عبدالملک ابن نوح پنجمین پادشاه سامانی است. پدر او نوح ابن نصر بعد بیماری طولانی از جهان گذشت و هنگام از جهان گذشتن او 5 پسر داشت با نامهای عبدالملک، منصور، نصر، احمد و عبدالعزیز. از بس که او از همون کشاکش و تاخت و تاز سرلشکران ترک و قبیله های ترک چندان ایمن نبود، برای همین او همه پسرانش را پی در پی وصیت کرد که همه با نوبت اگر کدام مثلا ناگهان از دنیا گذشت، پسر دوم به تخت میشیند و با نوبت وصیت کرد که هر کدام صاحب تخت و تاج باشند. عبدالملک هنگام 19-20 سالگی به تخت نشست. او جوان خیلی زیرک، بیباک، چاقون، بیشتر همین اسب سواری و شکار و مثلا همون گویم عیش و نشاط دربار را دوست می داشت. هنگام پادشاهی نوح ابن نصر حاجب الحاجب دربار، یعنی حاجب دو کرته دربار، الپتگین بود. الپتگین برای عبدالملک کوشش میکرد که شرایط های راحت و شرایط های مثلا معیشت را مهیا سازد تا که هوش و گوشش به همون مثلا چی میگن معیشت روزگار گرفتار باشد و دولت و مثلا همون اداره دولت به دست این گذرد، به دست مثلا الپتگین گذرد. کار تا جای رسید که به اجازت الپتگین، مثلا به مشورت الپتگین، به رخصت الپتگین، یک منصب کلان را، یک منصب کلان دولتی را عبدالملک به کسی دیگر داده نمیتوانست و نفوذ ترک‌ها در دربار آنقدر زیاد افزوده بود. ولی به همه همین نگاه نکرده عبدالملک هوشیاری کرد. وزیر اعظم ابن عزیر را نگاه داشت که در دوره پدرش وزیر بود. بزرگ وزیر ابن عزیر از همکومان خودش بود و بکر ابن مالک سرلشکر خراسان بود، والی خراسان بود. او را هم نگاه داشت. او از فرغانه بود، از قوم‌های خودشان بود و الپتگین کوشش میکرد که در اطرافش بیشتر قوم‌های ترک را گرد آورد و منصب و مثلا همون والیگی و مثلا شهرها را، حاکمی را بیشتر به ترک ها سپارد. از همین خاطر بکر ابن مالک از بس که سرلشکر بود و در اختیارش سپاهیان زیاد داشت، در وقت به تخت نشستن عبدالملک ابن نوح کوشش کرد که او را پشتیبانی نماید تا که یگان کس خللدار نسازد و بعد به تخت نشستن عبدالملک 1 سال در بخارا بود و به چی نرفت، به خراسان نرفت تا که حمایت کند و یگان ناخوشی و یگان آشوب و یگان ناراضگی برنخیزد. هنگامی که بکر ابن مالک بیش از 1 سال در بخارا بود، در خراسان کمی ناآرامی ها سر زد. در نیشاپور پایتخت خراسان ابوالحسن چغانی خود را والی خراسان اعلان کرد و به خلیفه مطیع، خلیفه بغداد، تحفه های زیاد فرستاده خواهش نمود که همون منشور حکومت خراسان را به او فرستاد. گرچند نصف قلمرو خراسان در اختیار سامانی ها بود، یعنی از رای کشیده تا مرو و تا فاراب و تا نسا، به همین نگاه نکرده خلیفه مطیع منشور والیگی و سرلشکری خراسان را به ابوالحسن چغانی فرستاد که این باعث ناآرامی و بی‌ضابطگی ها در بخارا گردید. از این خاطر بکر ابن مالک لشکر کشیده به مرو آمد، در آزادوار گفتگی یک شهر لشکرگاه زد
و آگاه شد که ابو علی چغانی با رکنالدین بویا یک جایه لشکر زیاد خون کرده با حسن فروزان، یعنی که پیشوای زیدیان که احمد را شکست داده بود، یک شده یک لشکر زیاد گرد آوردند و با آنها سر به سر شدن مشکلی را پیش می آورد. او با ابو عبدالملک نامه نوشت، یاردم پرسید که لشکر اضافگی و آذوقه و سلاح و دیگر چیزها فرستد به آزادوار تا او لشکر بکشد. ولی عبدالملک با هدایت الپتگین، با بدگویی الپتگین لشکر و سلاح و مبلغ نفرستاد و بکر ابن مالک در آزادوار قریب 3 ماه ماند و آنها شنیدند که ابوالحسن چغانی با یاری رکنالدین چندین شهرهای مثلا اصفهان و همدان و مثلا رای و دیگر کشورها را اشغال کرده ایستاده است. بعد عبدالملک بدون مشورت پرسیدن از الپتگین لشکر اضافگی فرستاد و بکر ابن مالک به نیشاپور لشکر کشیده سال 956 نیشاپور را ضبط کرد. ابو علی چغانی را بیرون راند. ابو علی چغانی به پناه رکن الدوله بویا به رای رفت و این هم به سمت رای لشکر کشیده همدان را ضبط کرد، جبال را ضبط کرد. رکنالدین بویا با دیگر حاکمان جبال به قرار آمدند که صلح بندند و به پاداش صلح هر سال به خاندان سامانیان 200,000 دینار پاداش فرستند. بله. بعد صلح بستن یعنی خراسان باز به اختیار خاندان سامانیان گذشت. بکر مالک بعد آشوب‌ها و چیا را سرکوب کرده آرامی را برقرار نمود و در همین میان ابوالحسن چغانی سال 956 فوتید و جسد او را به چغانیان بردند و یک دشمن قوی خاندان مثلا سامانیان از میان رفت. بله. و در همین حالت وقتی که خراسان آرام شد و لشکر آرام گرفت و آشوب‌ها پس سر گشتند، بکر ابن مالک همان 200,000 دینار و پاداش‌های زیادی را که رکن الدوله و دیگر حاکمان خراسان به عبدالملک دادنی بودند آنها را گرفته به بخارا آمد تا که به سلام شاهنشاه برسد و سلام پادشاه برسد و مثلا سپاس و اردگزارهای خویش را بار دیگر به او برساند. ولی در این ایام چندی از سرلشکران ترک که زیر وصایت بکر مالک بودند آنها شکایت آوردند که بکر مالک دستی تنگ دارد، دستگشایی نمی کند و ما مبلغ کافی نمی تید، از غلبه ها به ما پاداش نداد، ما پیروز شدیم به ما چیزی نداد و او را برکنار سازید. بر دروغ به رکنالدین بویا صلح بست، به مذهب آنها گرویده است، به مذهب شیعه گرویده است، به مذهب اسماعیلیه گرویده است. این بهانه کافی بود که الپتگین در نزد عبدالملک بکر مالک را بدگویی کند، او را با اسماعیلی گرایی و با خرمتی گرایی و با شیعه گرایی بدنام سازد. و وقتی که بکر مالک به بخارا با پاداش‌های زیاد آمد، پاداش‌ها را درون درآوردند. بکر مالک را برای به نزد شاه درآوردن گویا آماده می‌کردند، سلاحش را گرفتند، خودش را تنها درآوردند و در همون پیشگاه قصر شاه الپتگین شمشیر کشیده بکر مالک را سر داد و سپارش داد به سپاهیانش که قصر و ثروت بکر مالک را غارت کنند، خانه‌اش را، ثروتش را، قصرش را. و سر بکر مالک را در لعله گذاشته به نزد عبدالملک در آوردند. عبدالملک قریب بیهوش شده دیدن این منظره
ولی با خرافت گفت که سری بدمذهب رو دور کنید و با همین بعد از میان برداشتن بکری مالک وزیر دولت را هم برکنار کردند او را و به جای او کسی دیگر را گذاشتند، نامش به یادم نامده ایستاد است، کسی دیگر را گذاشتند و با همین در خراسان سرلشکر ابو علی سیمجور را فرستادند. ابو علی سیمجور با خاندان سامانیان خویشاوندی داشت کم و بیش. از همین خاطر ابو علی سیمجور به جای بکری مالک حاکم و سرلشکر خراسان شد و با این نگاه نکرده الپتگین ناآرامی ها در نیشاپور برخاست، نکندین سر برداشت، حسن فیروزان سر برداشت، ناآرامی ها شد و در این میان ابو علی سیمجور را برکنار کرده به جای او حاکم پیشینه ابو منصور عبدالرزاق را گذاشتند که او فرزند دیار توس بود و مرد خیلی بزرگ بود و نفری بود که با فرمان او شاهنامه ابو منصوری را گرد آورده بودند، شاهنامه نصری ابو منصوری را پیش از شاهنامه دقیقه و پیش از شاهنامه فردوسی که این زمینه برای هر دو شاهنامه گردید و این مرد بزرگ برای صلح و سازش کوشش کرد که بین رکن دوله بویا و قابوس ابن وشمگور زیاری یعنی دو حاکم خاندان مثلا بگیم پادشاهان قدیمه خراسان سازش به میان آورد و این کوشش های او به الپتگین نفورید و الپتگین بدگویی کرد و در این میان وزیر دوم وزیر سیوم یوسف ابن اسحاق را هم برکنار کردند با مذهبی و به تخت سروزیری یا وزیر بزرگ خاندان سامانیان ابو علی بلعمی را پسر ابوالفضل بلعمی را نشاندند. او مرد خیلی زیرک، دانشمند و کاردان بود ولی الپتگین با او سازش بست که هر مشورت و هر کاری که در وزارت میکنی پیش از همه با من مشورت میکنی، به مشورت من خدمی نمیمونه و همیشه من تو رو وزیر میمونم. آنها عهد و پیمان بستند و از میان چند ماه نگذشته خود الپتگین را والی و سرلشکر خراسان فرستادند. عبدالملک بار کوشش کرد که سال پیش الپتگین را به بلخ حاکم کرده فرستاد و از چنگ او رها یابد، لیکن الپتگین گفت که من حاجب الحاجبم، من نمیخواهم که مرتبه من در بلخ پایین رود. او حاکمی بلخ را انکار کرد سال پیش و نهایت سال بعد یعنی سال 955 954 حاکم خراسان و سرلشکر خراسان شد و اردوی دیرینه اش رسید. و وقتی که او به خراسان آمد از خراسان بیشتر به خاطر دلیابی و دلجویی و عبدالملک چندین بار تحفه فرستاد و سال 961 7 اسب فرستاد، اسب‌های ذات عربی، ذات اخالتگینی، ذات نسایی و دیگر ذات‌ها. عبدالملک چوگان زدن و اسب‌تازانی و شکار را دوست می‌داشت. وقتی که اسب‌های الپتگین رسید او به اسب‌ها یک سوار شده شکرانه می‌گفت و هنگام به اسب پنجم سوار شدن اسب جهید بالا جهید و او را به زمین افکند. این سال 961 بود و عبدالملک برابر به زمین افتادن گردن و سرش کفید، گردنش شکست و همانجا جان باخت و با همین در دولت مثلا سامانیان هفته بی صاحب ماند و از روی مشورت بلعمی دو کس طلبگار تخت شاهی بودند. یکی از روی وصیت نوح ابن نصر یعنی پدرشون باید منصور ابن نصر برادر عبدالملک میشد به تخت نشست و عبدالملک پسر قریب 12-13 ساله داشت
و او هم دعواگر تخت بود. بعد بلعمی با الپتگین نامه نوشت که عبدالملک از جهان گذشت و طلبگار تخت 2 نفر هستند. برادر او منصور ابن نوح و پسرش نصر ابن عبدالملک. کدام را ما به تخت گذاریم، به تخت نشانیم؟ ما منتظر مصلحت جهان پناه و پشتیبان دولت سامانیان هستیم. وقتی که نامه به الپتگین رسید، الپتگین نامه را خوند و جواب پاسخ نوشت که هر دوی اینها ارزنده اند به تخت، هم منصور ابن نوح و هم نصر ابن عبدالملک، ولیکن میراث پدر به پسر میرسد، میراث پدر به پسر میرسد، نه به برادر. از این خاطر از بس که نصر خرد بود، اینها می توانستند مثلا چی میگویند دولت را بازی دارانند، و همین خاطر نصر را پیشنهاد کرد، پسر عبدالملک را پیشنهاد کرد. و بلعمی از روی پیشنهاد الپتگین هفته دیگر همون نصر ابن عبدالملک را به تخت نشاند. 12 ساله پسرش را به تخت نشاند و برادرش ناراضی که من مثلا همون از روی گفته پدر باید به تخت نشینم، چرا مرا برکنار کردید؟ گفته ناراضی جانبدارانش را گیر می آورد و مدت از میان گذشت و جانبداران منصور ابن نوح یکی از سرلشکران ترک با نام فایق خاصه نام دارد. این فایق منصور ابن نوح را کلان کرده بود، حق مثلا مربیگی داشت، حق معلمی داشت و او را مثلا جنگ و اسبشینی و شمشیردنی و تیرافکنی و نیزه افکنی و دیگر هنرهای جنگی را یاد داده بود، لشکرکشی را. از همین خاطر او سپاهیانش را خیزانده نصر را از تخت برکنار کرد، پسر عبدالملک را، و منصور را به تخت نشاند. وضعیت بسیار حساس بود، سیاست همین جا بسیار سیمایش را نشان می‌دهد. اکنون بلعمی همچون شخص گناهگار باید از میان میرفت، چون که او زبان یک کرده بود با الپتگین، لیکن او نخستین شده همون تاج شاهی را به سر منصور ابن نوح نهاد، دست او را بوسید، بیعت کرد و همون بزرگان دولت مردان را وادار نمود که بیعت کنند. گفت حق دولت حق چی همین است، وگرنه میگفت اگر الپتگین مکتوب نمی نوشت و به من دستور نمیداد، من منصور را نمیشناندم، نصر را نمیشناندم. لیکن میگوید الپتگین خیانت کرد، نامه نوشت و من مجبور شدم که سخن او را به زمین نگذارم و برای همین من میخواستم که منصور به تخت نشیند. من بسیار شاد هستم که در همین تلویزیون سفینه یک روزنه تاریخ شده شد. ما درباره خاندان سامانیان، درباره برد و باخت دولت سامانیان، درباره شخصیت ها، درباره خصلت های شاهان، درباره همه مثلا نیکی و بدی های آنها که از طرف تاریخ نگاران، از طرف زین الاخبار، گردیزی، دیگرها، مثلا تاریخ بخارای نرشخی، همه را ما گردآوری کرده و خوانندگان مثلا به تماشابینان پیشنهاد می نماید. این نخستین یکی از بزرگترین دولت گذشتگان ما هست، خاندان سامانیان. ما باید خاندان سامانیان را به پورگی بدانیم تا که به قدر استقلال امروزه، به قدر دستاوردهای امروزه، به قدر دولت سازی امروزه برسیم. و اگر که خطا نکنم همون پهلوهای دولت سازی که در دوره اسماعیل سامانی و خاندان سامانیان از سر مردم ما گذشت، از سر نیاگان ما گذشت، همین در سالهای 90 قریب تکرار شد به شکل دیگر. برای همین ما از تاریخ پند میبرداریم و مثلا همون جسارت و مثلا بی‌باکی و مثلا از خود گذشتگی و قهرمانی که مثلا پیشوای ملت ما
президенти мамлакати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳаминро бо мушкилиҳо паси сар кард ва дар тӯли қариб 7 сол 8 сол дар кишвар нооромиҳо буд. гурӯҳҳои гуногун масалан талош мекарданд, бо ҳар роҳ кӯшиш мекарданд ками истиқлолиятро масалан барканор созанд ва қудрати давлатро ба даст гиранд. ва хушбахтона Тоҷикистон имрӯз дар қатори 205 давлати дунё соҳиби парчами миллӣ, соҳиби суруди миллӣ, соҳиби пули миллӣ, соҳиби нишони миллӣ, соҳиби сарқонуни миллӣ ва соҳиби давлати алоҳида ҳастем, забони миллӣ ҳастем. ва забони мо ин гаҳвора ва шиносномаи миллати мо ҳаст. аз ин хотир мо бояд ба қадри ҳамаи ҳамин дастовардҳо бирасем ва аз таърих сабақ бардорем. дар барномаи оянда мо дар бораи Мансур ибни Нӯҳ, писари Нӯҳ ибни Наср, Мансур ибни Нӯҳ, ин 5 писар дошт. ман гуфтам ин писари дуюмаш аст, Мансур ибни Нӯҳ. ва дар барномаи оянда бале ин дар барномаи оянда дар бораи ҳамон талошу пайкорҳои Мансур ибни Нӯҳ барои барканор софтани алптегин ва барои ором кардани давлат чӣ талошҳо кард, мо ба тамошобинони азиз сухан мегӯем ва порае аз таърихро ба онҳо мерасонем.